دمت گرم بشه. یک لغت از زندگی چون شم سوزان تابکی همچی مرغی در قفس فکری گلستان تابکی. خب سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشید. دوستای عزیز خوش آمدید در این برنامه ما که اینجاش مکرانی پختنه بخش آشرالا خواری هوا بیگم زهرا جانا و دیگهش مادر شکریه. تا آخر برنامه با ما همراه باشید. عزیز پیاز هم زرد میشه دیگه، اینالی آماده می مکرانیش هم آماده شد. کچالوی اضافهش دبلش میلی، بعد دبل قوخ میلی که خوب دم شده. تا آخر برنامه با ما همراه باشید. خب دستا آماده شد. روشنی هم گل شده دستا، الان داغنه. سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور صحتمند سرحال باشین. خوش آمدین در برنامه ساله ناصری. دوستا بیننده باشین. آب ساله امروز راشا شده ما را آبش بیاره. در چینل هوا بیگم هم که مو آبش بیاره که درک شرکی. دوستا بیننده باشین دیگه تا آخر از این ویدیو که مو خودید و خلاص نیوان داره. درود و سلام به نام خداوندی بخشاینده مهربان. امیدواریم که جور صحت و سالم باشید. خدا کنه که جانشون جور باشد، دلشون خوش باشد. دیگه این روز مو آبه سال جان آشار ده، یک روز دیگه ما آشار ده خلاص نشده نه؟ آره این روز کسا یعنی 2 نفر را آشار کده که با امید خدای زمیر خلاص کنی دیگه. آره بیننده باشید تا آخر برنامه. قد از مو دیگه چینل فامیلی ناصری را لایک کن. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. فامیلی خانواده دیگه این روز مو آشار که زاراگل را خدابه شکریه این روز آشار کجید ره اون روز هم داشتی این دا کوش کدیم 4 نفر بودیم. روز دیگه 4 نفرش پیدا نکده، این 2 نفر را دیگه اینجا کجینی شاید این روز امید خدا شاید خلاص کنی. این 2-3 پالی دیگه من در شاید خدا باری خلاص شنه دیگه. دوستای عزیز خدا کنه و خوش جانشون جور باشه. دوستان شما بیننده باشین که آب ساله خمتره آبان تو بریشون فایز نمسته. موزی که در آخر کستا خندره یک دیگه کمک میکنیم سنا کار پیش میبینیم. آسیلش نیم خدا شما آره دوستا کنه آب شکریه باشه شما دیگه خونه گفت من بچار برم. تا آخر برنامه قد از مو همراه باشین دیگه دوستا. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور خوش باشین. دیگه خوش آمدیم در برنامه ساله ناصری. دیگه چینل واسه تازه ناو دیگه بیچاره رو بکاره دیگه لایک کنید، سابسکرایب کنید، شو باشه دیگه تا آخر برنامه باشه دیگه که امی زمین خلاص بکنی نکنیم بس یه اول خدا این خلاص بکنن گردون از می باید خلاص. آره اینی گندم ما ماویش ده اگر یه ده آشوار نمیکردی آره یه دیگه شاو میده بیرون شده زی دوستای عزیز اینجا کسته اول خدا کسایی که اینجا که خارجه کجا کسته نه تفریح جای از یک پارک در ایگان دیگر دیگر نه که بور میشه اونا بشار گفت تفریح جای از فقط عشق درو تفریح جای از فقط اگان فرششتو تفریح جای از من میکوجیه دیگه در این چه قسم لذت ما خوشحالیم. خوشحالم میشه خوشحالم است که مو آشاری. خدا رو شکر دمو رقم جانشون جور باشه، خدا خوش باشه. ری یعنی می یک دنیا ارزش داره، دنیا یعنی می قیمت‌تر میشه. این روز بیگا صبا
دیگه خدا جان جوری دیگه بخیره. آره دوست دارم خدا نگاه کنه. میگم که سباد سرشار همه کارا سامو دم از وقتی سوال نیواز میگه چیز که خوشحالی میگه باشه خرک من رو داشارش چیزی تو جی میگه خب امزون گفت خوشحالی که از این خیلی میننگر خوشحال بدین. خیلی سرشار خیم گس با اینا پای بود چای بخینا بشکیه. از این بود چای بخشی چای آورده چای. پای بود. آته ساله به چای بخوری. خب آقای جان تو اینجی مکرانی میکشی؟ خب دوستای عزیز دیگه امی سرزمی امی چای خشک باشم مزه داره این بینه مجلس از اینکه هواش آزادانه آفرین دقیقاً آبه شای که باید من جاره بشوشی که سخت لذت بخشه آفرین ها دقیقاً آبش جان بیگر آقای جان دوستا دیگه باید قد از مو دیگه مکرانی نوش جان کنی خب دوستا دیگه این یارم از دیگه کشته جایش خالیه باید خدا مال بخوره. نوش جان کنن این نان سبزی یک مزه داره دیگه. دمت گرم آقای جان یک لاغت هم نیست یه دوستا تا که کچالوی وطنی قدی مکرانی چی هم یک دستخون رسته دسته دیگه. دیگه اینی هم ماسی وطنی از نه تو جا میشه بیا از اینجا بشه از نه نره خمونی میشه خب دوستای عزیز اینجا هم دیگه آتیمه گندم را کٹ میزنه دیگه آب هم راست کده دیگه آب هم مخوره و کٹ هم میزنه نان خوردین بخیر چای بخوری سر نماز کنی بوری پوجیتو بخیر چیه جون بدیم بسمو آره اونی شوق پوزیش باشه غزل بخونی آره خیلی پوچیش مونی غزل چستو. شمالی پای تنگی رایی شده چانتای خطا پسی سرگیرایی شده شمالی پای تنگی رایی شده چانتای خطا پسی سرگیرایی شده چانتای خطا پسی سرگیرایی شده سابچی پر شده پس گیرایی شده دکان دستان آواز بود نزد دمت گرم تشکر یادگاری باشه آره بلده گیمین دا یک شیر تو آبش بخیا بگی
شیر هم از زندگی چون شم سوزان تابکی همچی مرغی در قفس فکری گلستان تابکی خاطرات قلب پژمرده کرده آوارگی ملت هر سرزمین افغان تابکی. دمت گرم آفرین. خوش باشین موفق باشین دیگه خدا کنه که این برنامه امروزی سال جان لذت برده باشین. سلام علیکم جماعت من و علیکم تو تنیق مندن چیه؟ خود دمشون گرم. سال جان دیگه نوکاره دیگه موفق کنه دیگه کامیاب کنه لایک کنه تشویق کن دوستای عزیز. خیلی قشنگ پیامای قشنگ میدینه بدنش بدن تلخ میده. خواهد چیز که لذت داره است که خوش داره نه؟ دقیقاً. چیز که خود مده هر حالت چون خدا شکر نه؟ آفرین دقیقاً. اما شیری و ترش بلدیز میگم نیامده. اما شام شکر. آدم خنجره میت دوستا یک گبی یک گبی کرا بهنگی خدا شکر یک رای واش به قدم از هر دو گوای قشنگ خوب را بد را بخیر میشنم نه آفرین. خدا شکر با دوستار نگاه نه خوش باشه جان جور بیا دوستار سرفراز خوش البته همین چایی که دست از می میخوری یک لذت دیگه داره نه؟ خدا شاهد نه. تندرست خیلی قشنگ سبزی سردی آه. خیلی قشنگ بسیار تشکر که کارکرد برنامه با ما همراه بودید تا برنامه بعدی الله یار نگهدار شما خدا دمت گرم. تیگه